عرض کنم خدمتتون نمیتونم در برنامه کاری از وطن نخونم، نمیتونم از مسائل ایران نگم. 38 سال پیش که من از مملکت در اومدم بیرون، ترانه وطن پرنده پر در خون خوردم و متاسفانه این آهنگ هنوز داره حرفشو میزنه، داره عین واقعیتی است که در اون سرزمین داره اتفاق میفته. عزیزان ما، دانشجویان ما در زندان هستند، روز دانشجو هم گذشت. این خفقان و این فشاری که روی مردم هست، امیدوارم با حرکت‌های مردمی، با حرکت‌های مدنی رو به آزادی بره. آزادی حق ملت ماست و تنها واقعیتش اینه که تا در کنار هم هستیم این اتفاق میفته. موقعی که از گردانه خارج میشیم دیگه میگیم خب به من چه ربطی داره، من که وضعم خوب شد، من که آمدم بیرون. این یک نوع، من فکر میکنم به خودمونم یک نوع بی‌توجهی کردیم، به خواسته های انسانیمون هم بی‌توجهی کردیم. ما اگر وقت کمی رو برای اطلاع رسانی، وقت کمی رو برای یک نوع مبارزه از این رسانه هایی که داریم، خب هر کدوم یه فیسبوک داریم برای خودمون، هر کدومون یه کانال داریم، بتونیم یک پیامی بدیم، مخصوصا الان که دانشجویان ما در اعتصاب غذا هستن، مخصوصا زندانیای زیادی که هستش، مخصوصا مردمی که الان واقعا در شرایط بسیار بغرنجی دارن زندگی میکنن، نمیدونن چه خبره. اینه که خودمون رو از اونا جدا نبینیم، بتونیم مؤثر باشیم، بتونیم در آینده اون مملکت تاثیر داشته باشیم. وطن نام تو نام نامداران، همه فصل تو بادا نوبهاران. وطن سبزی سپیدی سرخگونی، مبادا دشمنت را جز زبونی. شکفته گل نخون، وطن فلاح شهید باشد، وطن آتاب سرخون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلم، به خاک اگرچه میریزم، سحر دوباره برمیخیزم، بخوام که دوباره بخوانم این قبیله قربانی، گل سرود شکستن را. بگو که بخون به سراید این عشیره زندانی، حرف آخر دستم را. با دشخیمان اگر شکنجه، اگر بند است و شلاق و خنجر، اگر مسلسل و انگشتر
امروز فریاد فردای ما روز بزرگ میاد بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم گل سود شکستن را بگو که به خون میسرایم دوباره با دل و جانم حرف آخر دستم بگو به ایران بگو به ایران امید آزادی ایران، امید آرامش و باز در کنار هم بودن مردم.